ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کند. در این باره مقامات حکومتی آمریکا خبر دادند. اگر چنین شود، این ملاقات اولین روبروی رهبران روسیه و آمریکا پس از تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 خواهد بود که پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در یک کشور اروپایی است. بنا به گزارش‌ها، ترامپ روز چهارشنبه به رهبران کشورهای اروپایی گفته است که قصد دارد با ولادیمیر پوتین ملاقات کند و سپس دیدار سه جانبه با شرکت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین داشته باشند. ما امروز با رئیس جمهور پوتین گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. امکان بسیار خوبی هست که روند را به پایان رسانیم و به پایان راه برسیم. راه بسیار دراز بود، شاید همچنان دراز بماند، ولی امکان خوبی هست که به زودی ملاقات کنیم. پیشتر از این، استیو ویتکوف فرستاده آمریکا روز چهارشنبه با پوتین ملاقات داشت. مسکو گفتگوها را سودمند و سازنده خواند. اما پوتین و زلنسکی از ماه دکبر سال 2019 هم ملاقات نکردند و نفرت به یکدیگر را هیچ پنهان هم نمی‌دارند. این حرکت‌های دیپلماتی چند روز پیش از پایان مهلت صورت می‌گیرد که ترامپ به روسیه داده و گفته است که اگر جنگ را در اوکراین بس نکند، زیر تحریم‌های سخت نوع اقتصادی قرار می‌گیرد. زلنسکی روز چهارشنبه گفت که ظاهراً شیوه سختگیرانه واشنگتن نتیجه می‌دهد. به نظر می‌رسد که روسیه اکنون بیشتر به بررسی آتش‌بس مایل است. فشار به آنها ثمر می‌دهد. اما نکته اصلی این است که باید مطمئن شویم آنها در جزئیات کسی را فریب ندهند، نه ما را و نه ایالات متحده را. بنا به گزارش‌ها، شاید روسیه قطع حمله‌های هوایی را به اوکراین پیشنهاد کند که برای هر دو طرف سبکی می‌دهد. اما این پیشنهاد مطابق به خواسته اوکراین و آمریکا نیست که ماه‌ها باز می‌خواهند سازش آتش‌بس فوری صورت بگیرد. بعد از سر گرفتن مذاکرات مستقیم صلح در ماه می، روسیه به کیوف حمله‌های سخت هوایی انجام داده ده‌ها نفر را کشت. هفته گذشته ترامپ این حمله‌ها را نفرت انگیز خواند. عین زمان منابع نزدیک به حکومت روسیه به خبرگزاری رایترز گفتند گمان است که پوتین به تهدیدهای ترامپ تن بدهد، زیرا باور دارد که جنگ را میبرد و رسیدن به هدفهای نظامی خود را بالاتر از بهتر کردن مناسبت روسیه با آمریکا میشمارد.